ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷампур. гуфтори 26. کتاب یکم با شعاری به سوی پایندگی سال 2018 مجدداً انتشار گردیده. نشر 11 در پیشگفتار هدف، مقصد و ماهیت آن بازگو شده است. بنا به نگاشته مؤلف با فرارسیدن استقلالیت و زبان دولتی اعلان شدن زبان تاجیکی، مسئله زبان اهمیت خاصه پیدا کرد و به حد مبرم گردید که آن را میتوان یکی از پدیده های مهم شعور ملی و افکار جمعیتی این سالها نامید. بنا به اطلاع مورخ معروف عربی زبان بلازوری، در شهر بصره نامگذاری محله و پلها و رودها با علاوه آن یعنی نسبت مثل موریان، پولادان و غیره که از ویژگی های تپنیم سازی تاجیکی است، در قرنهای نخست اسلام رایج گردیده بوده است. دلیل این مطلب تپنیم های از قبیل محلبان، جعفران، عبدالرحمنان، خالدان، طلحتان و غیره می باشند که با علاوه آن نسبت تاجیکی به اسمهای خاص عربی ساخته شدند. ورودی کلمه های زیادی زبان ما به زبان عربی در سرچشمه های دیگری عربی نیز ذکر شده است. البته شرح و توضیح معلومات همه این سرچشمه ها از چارچوبه این کتاب بیرون است، ولی در اساس سرچشمه های مذکور می توان به چندی از قانونمندی های عمومی نفوذ زبان تاجیکی به زبان عربی در دوره اصطلاحی عرب اشاره کرد. یکم، در دوره مورد نظر از زبان ما به زبان عربی بیشتر و پیشتر واژگان راه یافتند که به ظهورات فرهنگ و تمدن شهری پیوند می‌گیرند. در شرح این مطلب باید یادآور شد که اغلب عرب‌ها بادیه‌نشین بودند و زندگی اجتماعی و معنوی آنها در فضای بیکران بیابان‌های خشک و تفسان جریان می‌گرفت. اکثر قبیله‌های عرب با نمونه‌های تمدن و فرهنگ دولتداری و تعلقات شهرنشینی که برای مردم ایران زمین در آن دوران چیزهای معلوم بودند آشنایی نداشتند. ولی با ظهور اسلام که کشورگشایی‌های پروسعت را در پی داشت، عرب‌ها با فرهنگ و تمدن خلق‌های مختلف روبرو شدند و برای افاده پدیده‌های برایشان ناآشنای فرهنگ و تمدن در زبان خویش ابزاری لازم را جویا شدند. طبیعی است که عرب‌ها غالباً آن ابزار را در زبان حاملان آن فرهنگ و تمدن پیدا کردند. به عبارت دیگر عرب‌ها قسمی از پدیده های فرهنگ و تمدن کشورهای کشودهشان را با همان الفاظی که در زبان آن کشور مستعمل بود
قبول کردند. چون تمدن ایران زمین از بزرگترین و مهمترین تمدن‌هایی بود که عرب‌ها از آن تأثیری زیاد پذیرفتند، واژه‌های افاده کننده عنصرهای تمدن خلق‌های ایرانی، خاصتاً همان عناصری که برای عرب‌ها تاکنون ناآشنا بودند، به زبان عربی به طور فراوان راه یافتند. طبیعی است که اکثر این واژه‌ها به سنت‌های تمدن شهرنشینی مثل عیدها، نوروز، مهرگان، رامروز، بازی‌ها و سرگرمی‌ها، چوگان، سبلجان، شطرنج، نرد، گلها، بنفشه، خیری، آس، ارغوان، لباس‌های فاخر، خوردنی‌ها، اصطلاحات علمی نجوم، رسم و رسوم درباری، اصطلاحات دیوانی، اسلحه، سنگ‌های قیمت‌بها، تجملات درباری و غیره که برای عرب‌ها از معانی و پدیده‌های تازه محسوب می‌شدند مربوط بودند. سرچشمه واژه‌هایی که به زبان عربی دوره اصطلاح عرب وارد شده اند زبان زنده نیاکان ما بود. از این رو با آموختن این واژه‌ها میتوان ترکیب لغوی زبان فارسی دری را تا اندازه معین کرد که اجرای این کار را به عهده زبانشناسان کسبی واگذار میکنیم. دوم، اکثر کلی واژه‌های زبان ما که به زبان عربی راه یافتند به تقاضای خصوصیت‌های این زبان به تغییرات شکلی و آوایی مواجه گردیده از اصل خود تا اندازه دور شده اند که این امر بعضاً در شناخت از حالت آنها مشکلی‌های پیش آورده است. به عبارت دیگر، عرب‌ها هر واژه‌ای را که از فارسی دری و از زبان‌های دیگر نیز گرفتند به قاعده‌های زبان خود و طلبات املا و خصوصیت‌های آوایی آن موافق کرده آن را ظاهراً عربی کردند. در زبانشناسی عربی که اساسگزارانش گذشتگان آوازدار ما از قبیل سیبویه نحوی بودند، این قبیل واژه‌ها را معرب نامیده و فرهنگنامه‌های از آنها مرتب کردند. از نخستین نمونه‌های این قبیل فرهنگنامه‌ها کتاب المعرب جواریقی عصر 10 و شفاء الغلیل خفاجی محسوب می شود. این اثرها کلمه‌های زیادی فارسی دری را شامل هستند که در زبان نیاکان ما در دوره اصطلاح عرب مستعمل بوده اند و با وارد شدن به زبان عربی جامعه این زبان را به بر کردند. برای آنکه تصور از تعریب یعنی عربی کردن کلمه‌های زبان ما در خواننده حاصل شود، تعداد از این گونه کلمات را با شکل معرب آنها به طریق مثال ذکر کردن به مورد است. چنانچه کلمه تاجیکی ارغوان شکل معرب آن ارجوان، برده بردج، باشه باشق، بنفشه بنفسج، پیاده بیدق، گج جیس، گوهر جوهر، کنده خندق، دیبا دیباج، سره سرق، چوگان سبلجام، پیسته فستق، پروانه فروانک، کرته قرتق، لگام لجام، نیزه نیزک، مرغ مرج، زرگون زرجون.
از مثالهای مذکور پی بردن دشوار نیست که عربها در تعریب عربی کردن کلمه های تاجیکی از قاعده های معین کار گرفتند. توقف بر سر این قاعده ها را به عهده زبانشناسان کسبی می گذاریم، برای یک نکته عبرت آموز از آن برمی آید که تأکیدش ضرور است. عربها کلمه های را که از فارسی دری در آن دوران و من بعد گرفتند تابع قاعده و خصوصیت های زبان خود کردند و به خاطر شکل و آواز کلمه های اقتباس شده به الفبا و املا و تلفظ خود تغییر وارد ننمودند. همچنان که در تاریخ زبان ما خاصتاً در دوران شوروی این عمل چند بار برخلاف طبیعت زبان صورت گرفته است. این نکته خیلی مهم است، زیرا تا دمی که بشریت هست و زبانها وجود دارند، داد و ستد و تأثیر متقابله زبانها نیز ادامه پیدا می کند. این روند خاصتاً امروز که جهانی شوی همه ساحه های زندگی ما را فرا گرفته است، وسعت و رواج تمام پیدا کرده و به هستی و تحولات زبانها تأثیر عمیق می گذارد. زبان مادری ما نیز در این بازار داد و ستد زبانی فعال بوده، از زبانهای دیگر واژه و اصطلاحات ضروری را برای افاده پدیده های زمانی تکنیک و تکنولوژی معاصر قبول می کند و در خزینه دارایی های خود را بروی زبانهای دیگر باز می گذارد. مهم آن است که از تجربه نیاکانمان برای حفظ اصالت زبانمان و افزودن نیرو و توانمندی آن سبق بگیریم و نگذاریم که داد و ستد لغوی به طبیعت زبانمان خلل وارد کند. چنانکه قبلا اشاره شد، در دوره اصطلاح عرب نیاکان ما روشی بسیار ملایم و مناسب را در مناسبت با زبان عربی پیش گرفته بودند. این روش امکان فراهم آورد که جزء از دارایی های زبان ما به خدمت زبان عربی گذاشته شود و در نیرو افزایی زبان دین مبین اسلام نقش از خود گذارد. در برابر این دوره اصطلاح عرب در تاریخ زبان فارسی دری مرحله تأثیرپذیری پروسعت از زبان عربی، زبان قرآن عظیم الشأن محسوب می شود. عامل‌های زیاد سیاسی، دینی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث شدند که زبان عربی نه تنها در قلمرو ایران زمین نفوذ پیدا کند، بلکه کلمات و ترکیبات و اصطلاحات فراوان زبان عربی به زبان فارسی دری راه یابند. جزء از قلمرو خلافت گردیدن ایران زمین و به زبان یگانه رسمی آن تبدیل یافتن زبان عربی خود تقاضا می کرد که اهل علم و ادب این سرزمین زبان عربی را از خود کنند و آن را به حیث وسیله نشر افکار و اندیشه و ابزار ایجاد به کار گیرند. نفوذ اسلام در ایران زمین نیز از مهمترین عامل‌های تأثیر زبان عربی به فارسی دری بود، زیرا زبان عربی در نظر نیاکان ما قبل از همه زبان قرآن عظیم الشأن بود. طبیعی است که
با افزودن گرایش به اسلام، توجه به زبان عربی و رغبت به معرفت آن نیز زیاد می گردید و زبان عربی تدریجاً به زبان دینی نیاکان ما تبدیل می یافت. عامل‌های اقتصادی نیز در تأثیر زبان عربی به تاجیکی نقش مهم داشتند، زیرا فعالیت در نهادهای دولتی، خاصتاً دیوانها، دانستن زبان عربی را طلب می کرد. از سبب آنکه در نهادهای اداری خلافت چی در مرکز و چی در محلها تعداد زیادی نمایندگان مردم ایران زمین فعالیت داشتند، زبان عربی در عصرهای هشتم نهم به زبان کاری نیاکان ما تبدیل یافته بود. همین طریق در قرنهای نخست اسلام همزیستی زبان تاجیکی، فارسی دری به حیث زبان گفتاری و عربی به حیث زبان نوشتاری در جامعه ایران زمین و در فعالیت افراد علاهیده باعث گردید که زبان عربی تأثیری بزرگ در زبان ما بر جای گذارد، همچنان که زبان فارسی دری مهمترین زبان تأثیر گذار به زبان عربی شود. بیشتری کلمات عربی که امروز در زبان ما رایج است، در همان مرحله همزیستی زبانهای تاجیکی، فارسی دری و عربی به زبان نیاکان ما راه یافته و در طول بیش از 1400 سال به حد در زبان ما هضم شدند که اصل عربی چنین کلمات از قبیل مکتب، قلم، مدرسه، کتاب، صداقت، رفیق و غیره برای دانشمندان ساحه زبان معلوم بوده. برای صاحب زبانان کلمه های مذکور جزء از دارایی های زبان مادریشان محسوب می شود. زبان تاجیکی در دوران اصطلاح اصالت خود را حفظ کرده، در مسیر داد و ستد لغوی با زبان عربی برای خود زمینه جهت بازسازی سیاسی و دینی و رسمیت ادبی و فرهنگی فراهم آورد. نیاکان ما در آن دوران پرحوادث توانستند که اصالت زبان مادری خود را حفظ کنند و با نیرو افزودن و وسعت بخشیدن به ظرفیت این زبان آن را در کنار زبان عربی به رکن دوم فرهنگی اسلام تبدیل دهند. از اینجاست که فارسی دری به حیث مظهر فرهنگ و تمدن بزرگ مردم ایران زمین از همان دوران مورد توجه، عنایت و بزرگداشت عربها و خلقهای دیگر خلافت قرار گرفته بود. سرچشمه های مختلف تاریخی که واقعه های زمان اصطلاح عرب را بازگو می کنند دلیل بر آنند که عرب های کشورکشا با آموزش فارسی دری رو آورده آن را در معاشرت خیش به کار می گرفتند. دانشمند ایرانی آذرتاش آذرنوش در زمینه پژوهش اکثری سرچشمه ها فهرست مفصل از عرب های کشورکشا و دینگستر را فراهم آورده است که با زبان فارسی دری آشنایی داشتند و در داخل ایران زمین با نمایندگان مردم محلی با این زبان صحبت می کردند. با عقیده این دانشمند
بسیاری از عرب‌ها در درون ایران چون می‌دیدند که فارسی زبانی همه مردم است، ناچار می‌شدند برای برآوردن نیازهای روزمره خود در زمینه‌های گوناگون، به ویژه در زمینه سپاهیگری آن را بیاموزند. گروه دیگر از ایشان گاه در فضاهای قرار می گرفتند که ناچار بودند از جامعه عربی بدر آمده جامعه ایرانی بپوشند. دسته سوم عرب‌هایی هستند که به سبب تأثیر محیط در برخی شرایط منیش ایرانی برگزیدند. محقق امریکایی فراینیس با وجود بسیاری از عرب‌ها در قرن‌های نخست اسلامی اشاره کرده است که زبان فارسی دری را آموخته در رفتار و کردار و خوراک و پوشاک همرنگ مردم محلی ایران زمین گردیده بودند. زبان ما همچون مظهر فرهنگ و تمدن بزرگ خلق‌های عجم در نظر اهل علم و ادب و فرهنگ خلافت قرنهای نخست اسلام نیز از مقام و منزلت خاصه برخوردار بود. در تصدیق این مطلب از روایت مؤلف تاریخ بغداد ابن ابو طاهر تیفور می توان یادآور شد که طبق آن شاعر معروف عهد عباسیان ابو عمرو الطابی وفاتش قبل از سال 815 زبان فارسی را آموخته و به آن احترام تمام قائل بوده است. این شاعر بنا به گرایشش به فرهنگ و تمدن عجم از شعرای مقرب وزیران ایرانی خلافت برمکیان محسوب می شد و پس از کشتار نامردانه آنها از جانب خلیفه هارون الرشید در سال 830 به دربار طاهریان روی آورده بود. بنا به نقل مؤلف تاریخ بغداد الطابی در شهرک رقه در نزدیکی مرو قرار داشت و شاهدی گفتگوی یکی از نمایندگان خاندان طاهریان با غلامی گشت که به فارسی دری صورت می گرفت. شاعر عرب نیز به صحبت آنها به فارسی دری همراه گشت. در شرح فارسیدانی خود الطابی گفته است که او 3 بار به مرو که در آنجا گنجینه کتاب‌های فارسی محفوظ است سفر کرده و از آن کتاب‌ها بهره برداشته است. وقتی از الطابی پرسیدند که چرا این کتاب‌ها را می‌خواند و رونویس می‌کند، او جواب داده است: معنی و بلاغت در زبان فارسی است، زبان از ماست و معانی از آنهاست. واقعا هم زبان تاجیکی به سرمایه بزرگی فرهنگی مردم ایران زمین و در روند داد و ستد لغوی با زبان قرآن عظیم و شأن تکیه نموده در قرنهای نخست اسلام تا رفت نیرومندتر و غنیتر می گردید. ظرفیت و نفوذش رو به فزونی می آورد. این زبان با وجود آنکه هنوز گونه نوشتاری پیدا نکرده بود، پا به صحنه هماوردی و رقابت به زبان عربی، زبان یگانه رسمی و دینی خلافت آن دوران گذاشته بود. زبان ما با دارایی افزایی و نفوذ روزافزون خود تدریجاً به مایه تشکل وحدت و یگانگی مردم ایران زمین تبدیل می یافت. از این رو هماوردی و رقابت آن با زبان عربی بجز از جنبه صرف زبانی اهمیتی سیاسی نیز داشت و عملاً
مبارزه سیاسی عنصر عربی و ایرانی را در خلافت بازتابی می کرد. نقش این رقابت سیاسی را که در پرده مناظره زبانی و فرهنگی میان عربها و نیاکان ما ظاهر شده است به کثرت می توان در سرچشمه های تاریخی و ادبی قدیمه پیدا کرد. از جمله دانشمندی معروف عصر نهم ابوبکر سوری در ادب الکتاب خویش قولی مرد از ایران زمین را از مناظره او با عرب آورده است که گفته: ما مردم ایران زمین در کارها و زبان خود به شما نیاز نداریم، ولی شما به ما نیازمندید، زیرا خوردنی ها و آشامیدنی ها و دیوان های شما به همان نامی است که ما نهاده ایم. سپس آن مرد ایرانی نامهای چندی از خوراک، مشروبات و اصطلاحات دیوانی را ذکر می کند که همگی فارسی اند و در عربی مستعمل گشتند. همین گونه مطلب را مؤلف تاریخ سلاجقه عمادی کاتب اصفهانی نیز از زبان خلیفه اموی سلیمان ابن عبدالملک 715-717 نقل کرده که گفته است: در شگفتم از این ایرانیان 1000 سال سلطنت کردند و ساعت به ما محتاج نشدند، ولی ما 100 سال سلطنت کردیم و ساعت از آنان بی نیاز نبودیم. استحکام پایه های زبان تاجیکی، فارسی دری در قرنهای نخست اسلام و امکانات روزافزون آن در صحنه هماوردی با زبان عربی قسمی از عربهای متعصب را به فارسی ستیزی وادار می کرد. از اینجاست که آنها با زبان فارسی دری مخالفتی شدید می ورزیدند و کوشش می کردند که از قدر و اعتبار این زبان کاهش بدهند. از جمله دانشمندان عربی متعصب یکی اسمعی 740-831 بود که صحبت کردن به فارسی دری را در کشوری عربی ننگ و پستی می شمرد. تاجیک ستیزی و فارسی ستیزی در خلافت خاصتاً در نیمه دوم عصر هشتم رواج گرفت، زیرا در این دوره نمایندگان اهل ادب و فرهنگ و تمدن ایرانی به پیکار معنوی با عربها برخاسته بودند که هدف از آن نهضت فرهنگی و ادبی و تجدید روحانیت عجم از طریق حفظ و ادامه سنت‌های تمدنی تا اسلامی ایران زمین و وارد کردن آنها به متن و بطن تمدن جدید اسلامی بود. شما گفتار 26 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.